یک گام این نو جدید، یک دکان نو به نام درس جاده آیت الله افتخاری دیگه هتل نسترن، سالن عروسی نسترن. اینجور صحتمند باشین. خب امروز روز افتتاحیه شیرینی سرای نسترن ما همراه دوستان ما همینجا و یک چیزی که شیرینی سرای جدید نسترن البته خب جدیدن افتتاحش سلام دوستان نهایت عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند باشین، در هر جای از دنیا قرار دارین، شاد و موفق و پیروز باشین. امروز خواستم که بعد از مدت ها از چینل یوتیوب نسترن میدیا دوباره به نشر برسانم. خیلی مدت ها فاصله هم داشتیم. یک گام این نو جدید، یک دکان نو به نام شیرینی سرای نسترن نو جور کردیم. امروز دیگه قراره که افتتاحش نه دیگه، شاید لحظاتی بعد میمانای عزیزم برسه دیگه. اولین قدم گفتم باش که یک سلام و درود برای شما دوستا تقدیم کنیم دیگه. امروز این شیرینی سرای را به نام شیرینی سرای نسترن افتتاحیم بخیر دیگه. دوستا شما میتونین بیننده باشین، دوستایی که داخل افغانستان است خصوصا داخل جاغوری میتونن آدرس ما را بگیرن. آدرس جاده آیت الله افتخاری دیگه هتل نسترن، سالن عروسی نسترن، روبرویش شیرینی سرای نسترن. در خدمت هستم دوستان. تشکر از تک تکتان. موفق و پیروز. خدا بار سلام خدمت همگی بیننده عزیزی که ما از طریق این دریچه بیننده هستین. امیدوارم که در هر جایی که هستین اینجور صحتمند باشین. خب امروز روز افتتاحیه شیرینی سرای نسترن ما همراه دوستان ما همینجا همدیم و اینجا تا جایی که میگردم بخیر بعضی نوآوری هایی که هست، بعضی از شیرینی باب و چیزهایی که مورد نیاز جامعه هست در اینجا فراهم شده. امیدوار هستم که همه دوستای عزیزی که در اینجا هستن خصوصا جاغوری بازار سنگ ماشه خب میتونین از اینجا دیدن کنین. ما که آمدیم واقعا جای بسیار خوبی هست از لحاظ دکوریشن، از لحاظ نظم و همچنان از هر لحاظ بهتره. در بازار جاغوری توال همچین دکانی هست یا نه؟ حالا ما خو این آدم اگر بگه نه خو هم هست و یک چیزی که شیرینی سرای جدید نسترن البته خب جدیدن افتتاح شده. امروز شاهد افتتاحیش هستیم. ما برای هر هموطنی که یک قسم یک نوآوری یک کار یک ابتکار را انجام بده خب تشویق منیم که همیشه کوشش منیم که یک چیزی جدیدتر و بهترتر در جامعه تقدیم شود. تشکر شما. زنده باشید، بخیر باشید.